سوجان هم یک حدیث را فهمیدیم شنیدیم همه معنوش اما خوشو کم تا نفهمیم. سوجان کم تا همین حدیث شرح میداده. حدیث در صحیح بخاری است. حضرت موسی با خداوند به پرده صحبت میکند. خب بعد میگوید که یک خواهش دارم از الله تعالی. بعد خداوند میگوید که پرس چه خواهش؟ موسی میگوید که من از اذیت مردم از زمین چیز من چیکار میسو در میگیر. بعد خداوند در جواب میگوید که من این مردم آفریدم بای کردم، اونها منو دشنام میکنن قرات میکنن. همین استاد جان چه فهم کم تر یک مثال شما میگفتین. حضرت موسی از الله تعالی پرسیدن که الله تعالی کاری کن که من هیچ کس گنده نکند. خلاصه کرده گویم ساده کرده هیچ کس من غیبت نکنه، هیچ کس من گنده نکنه، یعنی هیچ کس من تنقید نکنه. الله تعالی گفت که من اینها آفریدم، یعنی تو چیکار کردی به اینا؟ تو فقط به اونا پیغمبر هستی، اونا به همه فقط به بنی اسرائیل و به فرعون پیغمبر بودن. حضرت موسی به تمام دنیا پیغمبر نبودند. او تریتوری حضرت خضر رفتن، اونجا و حضرت خضر پیغمبر بودن، یعنی حد و حدود داشت دیگر پیغمبران. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله که پیغمبرها برای قوم خودش فرستاده میشد و بعثت الی الناس کافه، من برای تمام مردم دنیا پیغمبر شدم، هم برای انسان ها هم برای جن ها. پیغمبری ما پیغمبری عمومی هستند، رسالتشون عموم هست، نه خاصی به قوم و ملت. پیغمبری عرب یا ایخل نه، پیغمبری تمام دنیا. بله حضرت موسی آخه پیغمبری فقط بنی اسرائیل خلاص. او مثلی پیغمبری ما رو گنده میکرگه. اون اسمی من تاجیکای ما در زیر کامنت ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حقارت میکنه. تاجیک است، حقارت های بی‌زب میکنه در حق پیغمبر صلی الله علیه و آله. پیغمبر صلی الله علیه و آله به اینا چی بدی کردن؟ برای تمام عالم الله تعالی میگه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما توی نفرستانه مگر مهربانی برای تمام عالمیان. هر یک پیغمبر اون دعایی که الله تعالی برایشان داد که قبول میکنم دعا کردم برای خودشون. پیغمبری گفتن که من اون دعای ذخیره میکنم برای امتم، برای مردم مهربان بودم، برای مردم، حتی برای حیوان ها هم رحمتا للعالمین. فقط برای انسانان، برای حیوان های پرنده های خزنده های، برای تمام عالمیان همچون مهربانی همچون رحمت فرستاده شدن. همین پیغمبر مردم تحقیر میکنن، چی جای دیگر ها کن. حضرت موسی هم وقتی که طلب کردن یعنی چیزی ناممکن ده. الله تعالی که آخه من اینها آفریدم، ریسقی های من میتیم، جانشان در دست من است، بازگشتشان به سوی من است، من اینا گنده میکنم. انا ملتی تاجیک هم الله تعالی حقارت میکرده گفتم، به گوشم شنیدگی هستم، به چشمم دیدگی هستم که الله تعالی حقارت میکرد. چه خیلی آدم حقارت میکنه، یعنی که الله تعالی بود که من اینها آفریدم، من اینها ریسک میتیم، من حقارت میکنم. چی جایی تو ای موسی؟ یعنی این چیز نپرس، این چیزی ناشدنی است. این مردم همی خیلی کفرانی نعمت کننده هستند، یعنی الله حقارت میکنه اینو. پیغمبرهای به قتل رسانیدن، علما را زندان کردن، به قتل رسانیدن، علمایی که اونهای از آتش دوزخ برآورده به جنت راهنمایی میکنن. تعلیم شریعت، تعلیم حلال و حرام میداد که همین راهی راست قطی روید تا اینکه فایده خودتون است. اینا میکشتن. این مردم همی خیلی از طبیعت دنیا هست.